دوران دانشجوییم توی آلمان یه شب دعوت شدم خونه چند تا دوست آلمانیم. همه حرف میزدن، خاطره میگفتن، میخندیدن. من نشسته بودم وسطشون، سر تکون میدادم، لبخند میزدم، اما انگار از پشت شیشه داشتم تماشا میکردم. همه منو میدیدن، اما خودم رو حس نمیکردم. اون لحظه فهمیدم صداها هستن، آدمها هستن، اما صدای من خاموشه. به این میگن در روانشناسی سکوت هویتی. وقتی نقش‌های قدیمیت مرده و نقش جدیدت هنوز متولد نشده، راهش فقط یه چیزه. باید برای خودت یه نقش جدید بسازی، کوچک، واقعی، قابل تکرار. من خودم نقش گذاشتم برای خودم. هر روز فقط با یک نفر یه جمله ساده رو رد و بدل میکردم. همین یه نقش کوچیک آروم آروم صدای منو به هم برگردون. سکوت هویتی پایان نیست، لحظه قبل از تولد توه.